دیدی از یه جای بعد دیگه حس چی نیست، حس چی نیست. یعنی الانه که دارم میگم 25 سالمه، 25 سالمه، نه حس رابطه دارم، نه حس خرید دارم، نه حس دور با ماشین دارم، نه حس موتور سواری دارم. فقط میرم که بگذرونم روزا رو، میخوام بگذرونم، یه جوری میخوام سردش هم بیارم که چی، که مشغول باشم. فقط الان همچین حسی دارم. من دختر اومده پی ام داده میگه خیلی خوشم میاد ازت فلان، ولی خب دیگه حسش نیست. میشه اینقدر آدما واسه تکراری خراب شدن. به قول اون کلیپه که میگه اکس منم خرابه، قضیه همونه. انقدر خراب دیدیم، انقدر کلاهبرداری دیدیم، انقدر نامردی دیدیم دیگه، همه چی واسه ما به قول معروف کنکله. واقعا کنسل شده همه چی، حس چی نداریم اصلا. فقط دوست داریم بگذرونیم روزا رو تا این به کجا میرسیم. ای کاش همه چی سر زمان خودش اتفاق بیفته، نه زمانی که دیر شده.